سلام بینندگان گرامی، نوید بامدادی از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 4 مارس است. ساعت به وقت شهر پراگ رسا 7 صبح و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را به شما تقدیم میکنیم. در 3 مسجد شهر دوشنبه روز 3 مارس به نمازگزاران مشورت دادند که موقتا از نماز جماعت در مسجد خودداری ورزند. چنین مشورت به خاطر جلوگیری از احتمال پنهان شدن کرونا ویروس کرده شده است. شام سه‌شنبه نمازگزاران از 3 مسجد پایتخت به رادیو آزادی گفتند که چنین اعلان را از زبان داملاها شنیدند. عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور گفت که امروز به نمازگزاران اعلان کردند که موقتا از آمدن به مسجد و خواندن نماز جماعت در مسجد خودداری ورزند. او ابراز داشت که اقدام به خاطر پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس بوده به نفع خود ساکنان است. تاجیکستان به خاطر پیشگیری از گسترش این ویروس روز دوشنبه ورودی شهروندان 35 کشور دنیا را به قلمروی کشور منع کرده. از شرکت‌های هواپیمایی خواست به شهروندان این کشورها چیپتن نفروشند، اما دیروز این قرار لغو شده. محدودیت تنها نسبت به شهروندان 5 کشور چین، ایران، افغانستان، ایتالیا و کره جنوبی باقی گذاشته شد. شهروندان تاجیکستان هم که از این کشورها می‌آیند به 14 روز کرانتین جا کرده می شوند. کرونا ویروس دکبر سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شد و از آن زمان تا کنون با سرعت در 40 کشور جهان پهن گردید. در این مدت در سراسر جهان بیش از 3000 نفر جان باخته، حدود 87000 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. در تاجیکستان که به قول مقامات هیچ حادثه تصدیق شده آلودگی با کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، تدبیرهای سنجش و جلوگیری از پهنشوی این ویروس روی دست گرفته شده است. از جمله بیش از 1000 نفر، اساساً آنهایی که از چین و دیگر کشورها سفر کردند، از 14 روز کرانتین گذشته بعداً به خانه‌هایشان جواب شدند. در یک جلسه اخیری ستاد آید به پیشگیری کرونا ویروس که روز 28 فوریه در نزد پرزیدنت امام علی رحمان برگزار شد، پرزیدنت سفارش داد که برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس در بین اهالی از جمله در جایهای سیر آدم، بازارها، مسجدها، توی و مرکه ها رعایت گیگین شخصی چاره‌های مشخص اندیشیده شود. رحمت الله زائیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ضمن یک اظهاراتش از نتیجه های انتخابات پارلمانی گفته است آنهایی که گمان میکنند حزب شکست خورد اشتباه میکنند. وی افزوده است که هرچند حزبش در انتخابات کامیاب نشد، راه افتاده نشده است. زائیروف در صحیفه فیسبوک خود نوشته است که اشتراک حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی در سال 2022 هدف داشت. معرفی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان همچون حزب خلقی با مردم کشور و مشاهده از رفتار حکومت که چگونه با حزب سوسیال دموکرات رفتار میکند. با تاکید زائیروف حزب سوسیال دموکرات هر دو وظیفه‌اش را با شرفانه اجرا کرد. آنها به ما امکانیت دادند که با پارلمان کشور برویم یا نه، این مسئله مهم نیست، تاکید داشته است او. روز 2 مارس هنگام اعلان نتیجه های انتخابات رحمت الله زائیروف تالار را ترک کرد و پس از آن هم از صحبت با خبرنگاران خودداری ورزید. بنابر نتیجه های انتخابات روز 1 مارس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان کمتر از 1% آوازها را به دست آورد و نتوانست وارد پارلمان شود. در حالی که توسعه سرایت کرونا ویروس یا بیماری کووید 19 در چین ضعیفتر می‌گردد، نگرانی‌ها در کشورهای خاورمیانه، اروپا و ایالات متحده آمریکا از افزایش آن به نظر می‌رسد. سرچشمه‌های نوی سرایت کرونا ویروس در کره جنوبی، ایران، ایتالیا و ژاپن ظهور نمودند. روز 3 مارس ایران گزارش داد که در این کشور 2336 نفر گرفتار کرونا ویروس بوده، 77 کس از آنها هلاک شدند. از جمله 23 عضو پارلمان ایران و رئیس خدمات اضطراری کشور گرفتار کرونا ویروس شدند. در ایتالیا شماره قربانی ها از کرونا ویروس به 77 نفر رسیده است. در سراسر عالم بیش از 92000 نفر مبتلای کرونا ویروس بوده، بیش از 3100 نفر وفات کردند. کرونا ویروس در ماه دکبر در چین ظهور نمود و تخمینا 95% گرفتاران بیماری کووید 19 ساکنان چین می باشند. خانه آزادی یا خود فریدم هاوس روسیه و ایران را به خاطر تعقیب اعتراضها محکوم نموده، محافظان عنعنوی دموکراسی از جمله ایالات متحده آمریکا را به خاطر حمایت نکردن از ارزش‌ها و روی آوردن به پوپولیسم تنقید کرده است.
در گزارشی که روز 4 مارت فریدم هاوس در قرارگاهش در واشنگتن نشر نمود، گفته می شود که شماره کشورهایی که در آنها حقوق‌های سیاسی و آزادی‌های شهروندی در سال 2019 ضعیف شدند 2 برابر بیشتر شد. در این رویخط 49 کشور همچون مملکتی ناآزاد ارزیابی شدند. ترکمنستان و تاجیکستان در میان 10 کشور بدترین پایمال کننده حقوق جا گرفتند. تفصیلات این گزارش را در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org می توانید مطالعه کنید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با رهبر طالبان صحبت تلفنی انجام داده است. 29 فوریه در قطر ایالات متحده آمریکا و طالبان سازش را به امضا رسانیدند که هدف آن خاتمه بخشیدن به جنگ 19 ساله در افغانستان است. روز 3 مارت در قصر سفید دونالد ترامپ با خبرنگاران صحبت داشت و او اطلاع داد که با رهبر طالبان در قطر ملا عبدالغنی برادر توسط تلفن صحبت کرده است و به گفته‌اش مکالمه‌شان خیلی خوب بوده است. دیروز طالبان همچنان اطلاع نشر کردند که ترامپ و برادر 35 دقیقه توسط تلفن صحبت کردند. طبق سازشی که امریکا و طالبان امضا کردند، سربازان ایالات متحده آمریکا و متفقانش در دوام 14 ماه آینده از افغانستان بیرون می شوند. در جواب طالبان یک عده کفالت‌های امنیتی بر دوش گرفته و با حکومت افغانستان سر میز مذاکرات می نشینند. تا کنون جنبش تندگرای اسلامی از مذاکرات با حکومت کابل خودداری ورزیده است. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با فرمان امضا گذاشت که طبق آن سر از 1 اپریل شهروندانی که در شهر تاشکند ثبت نام نشدند حق پیدا میکنند در پایتخت ازبکستان مالکیت غیر منقول به دست آورند. رسانه‌های دولتی ازبکستان گزارش می‌دهند که پرزیدنت شوکت میرزیویف همزمان با آن فرمان را امضا کرد که به ساکنان دهات دوردست کار و زندگی در تاشکند را اجازت می‌دهد. در دوران شوروی قانون عمل می‌کرد که بر پایه آن ساکنان دهات حق نداشتند در شهر تاشکند و ناحیه‌های گرد و اطراف آن کار و زندگی کنند. میرزیویف نقشه دارد در سیر اهالی ترین جمهوری آسیای میانه مهاجرت داخلی 32 میلیون اهالی آن را آزاد کند. در ماه ینور میرزیویف گفته بود که واقعیت این است که ما مردم خود را در دوام 30 سال به پایتخت راه ندادیم. او افزود زمان لغو این قانون فرا رسیده است، زیرا موجودیت آن صدها هزار ازبک را به مهاجرت به خارج مجبور می‌کند. میرزیویف سابق سروزیر ازبکستان ماه سپتامبر سال 2016 بعد مرگ اولین پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف سر قدرت آمده است. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبری با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی معین شده است، $1 9 سومانی و 68 درم، €1 10 سومانی و 76 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 145 سومانی مقرر شده است. نوید بامدادی اینجا به پایان رسید. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز پیشکش شما میشن. ما را همراهی کنید.